مشکل اگه بهت نشان دادم باید رفتم با 230 بکشم. یه هوا کثافت چطوری گرفته چی درست کرده؟ رافل درست کرده. ولی تو آفتاب ترسیب سوال بخوری عجب بگید قشنگ شنیدم میفته. تو که خانه نیستی که من خانه برو آفتاب یه برو باید چی بشه؟ چی؟ یخچال فریز داره. این یخچال‌ها پشتش پنجره هم میگه بهش پرده بزن که آفتاب نخوره. فردا امکان اتصالی همچی هست. کاغذ گازو. اما یکم فاصله بده. باید جایش باید جدا بشن از هم دیگه چون ظرفشویی من باید خوب استفاده بشه. خب اینجوری بازم خراب میشه. خراب میشه دیگه. اونم رو خراب کنم باید استفاده کنم. میگه قبلا استفاده کردی دیگه استفاده نکردی. ما اینجا آمدیم مثلا بس نیست که اگه استفاده نمی‌کردی بود اشکال نداره. یکم آب سرکه بریز توش. نه گفت نه اصلا اون واسطه بگو بیام اول یه چیزش کنم سرویس کنم جرمگیری کنم سرویس نگاه کن یا بابا یه ذره سرکه